A03 معمولی داریم، A032 F باینری 2 به روش تست پوینت میخوایم FRP شو برداریم. آنلاک تولمون رو باز میکنیم، سربرگ سامسونگ، امنیت، A03 باینری 2، سی پی یوش SPD این مدل اسپید ران، ریست FRP و waiting for phone که داد میزنیم برای به این شکل این نقطه به GND. سی و یک ثانیه پایان.